توی 5 جلسه می‌خوایم با هم 5 تا دسر راحت و بدون قالب درست کنیم. این دسر موزی چهارمیشه که هم خیلی راحته هم خیلی خوشمزه است. اول پودر ژلاتین رو با آب دمای محیط ترکیب کنید، حسابی هم بزنید تا حالت اسفنجی بگیره، بعد بذارید روی بخار که ذراتش باز بشه و روان بشه. همه موادی که توی رسیپی اومده رو همه رو بریزید توی مخلوط. شیر، موز، وانیل، زرده تخم مرغ، خامه صبحانه، همه رو با هم ترکیب کنید. بعد هم بهش ژلاتین معماری شده رو اضافه کنید. باید حتما داغ اضافه کنید که توی موادتون نبنده و خیلی سرعتی هم بزنید. من شکر رو هم یادم رفته بود، آخر اضافه کردم، دوباره مخلوطش کردم. حالا این مواد رو بذارید روی حرارت تا داغ بشه. فقط 3-4 دقیقه روی حرارت باشه تا داغ بشه و زرده ها میکروب کشی بشه کافیه. فقط مداوم هم بزنید که زرده ها داخل مواد تیکه تیکه نشه. حالا مواد دسر رو داخل ظرف سروتون بریزید و اگه نیاز بود از صافی میتونید ردش کنید. این دسر باید یک شبانه روز توی یخچال استراحت کنه تا کاملا خودش رو بگیره و چون که داخلش موز داره بعد یک روز دسرمون کمی رنگش تیره میشه. برای روی دسر از گاناش استفاده کردم که ترکیب موادش رو داخل کپشن مینویسم. گاناش تا گرم و روان هست روی دسر بریزید، ظرف رو تکون بدید تا سطح روی دسر رو پوشش بده. بعد هم میتونید با مغز دلخواهتون که من از